خود لذت میبری از این که بقیه بخوان لذت ببرن؟ این چه چراغی انداختی؟ جناب سرگرد میگه جوانیم دیگه چیکار کنم؟ آقا جناب سرگرد با ماشینم دراز میکشم ولی نمیدونم. When kids turn out better than their dads. This little guy you see here is Messi's son. Damn it, at just 10 or 12 years old, he's dribbling in a way that reminds everyone of his dad's childhood days. Marcelo's son not only looks like him, but even his playing style is identical. You could say there's no need for a DNA test at all. Honestly, I don't even know whose kid this one is, but with... یا خدا احتیاط کن فاصله بنداز سواری پژو 405 فاقد پلاک استفاده از اگزوز نامتعارف موتور سوار احتیاط کن انحراف به چپ احتیاط کن فاصله بگیر سبقت یواش احتیاط کن حرکات نمایشی موتورسیکلت پلاکشون هم پوشوندن فاصله بگیر احتمالا واسه این پلاک شکنده که نتونیم ما شمارش داشته باشیم این الان جنگه واسه خودش رو انداخته واقعا کارهای خطرناک داره انجام موتورسیکلت داشته باشه احتیاط کن فاصله بگیر که احساس خطر کنه اقدام به فرار هم واسه خودش خطرناکه هم واسه ما همراهیش میکنه موتورسیکلت اقدام به حرکات نمایشی یواش ببینیم انتهاش به کجا میخواد برسه با این حرکات یواش اقدام کن من نمیدونم چه لذتی داره که نظم این شهر رو به هم زدن شاهد دو زحمت بشین دست ما رو ابتدای بولوار بگیریم بستم جابو دوتر برو بچست وایسا بگی جلو بچست بدین وایسا همینجا وایسا بابا زندگی نداره مدرسینا ای بابا چه وضع رانندگیه بابا من مریض دارم به خدا اینجا بابا بدبخت میشه مدرسینا چه وضع رانندگی بردن ای بابا من چیکار کنم مدرس شما آخه نگه داری موتورسیکلت هم نگه دار
اسیر شدیم. چشم پدر جان، چشم. تو الان اینجا رو با میدون جنگ اشتباه گرفتی؟ عشق بازی میکنم نمیدونم فرما. عشق بازی؟ ما حقیقت استعدادشو داریم، درس خیابون هم خوندیم ولی جا و پیست و مکان نداریم. اینجا ما همین آقا رو دیدیم یکم جوگیر شدیم. جوگیر شدی؟ تو شهر منطقه مسکونی مردم آزاری شدش بازی؟ حرف شما رو ببخش. پلاکت کجاست برادر من؟ پلاکت صندلیه جان صاحب. صندلی؟ بله. الان جاش رو صندلی باید باشه؟ جاش رو صندلی نیست ولی خب چی؟ پیش میاد. چی پیش میاد؟ پلاک واسه وسیله نقلیه ساخته شده باید نصب بشه روش که بکنی بذاری رو صندلی. درست حرفتون ولی خب ما سر کلکل حقیقتا دیشب یه جا نشسته بودیم. خب دیگه گفتن گنبد کنترل نامحسوس داره میاد بالا سرت، ما گفتیم سر کلکل میایم تو گنبد دور میذاریم، کلیپ هم میگیریم براتون میفرستیم. دیگه پیش میاد دیگه. ببخش. پیش میاد. شما اینجا رو با کجا اشتباه گرفتی؟ سامان گذشت کنین حالا. چی رو گذاشت کنم؟ شهر رو به هم ریختی؟ نگاه کن. انشالله موتور سنگین بخریم. خب موتور سنگین بخری که چی؟ بیشتر میریزی بود میدین تکچرخ نزنیم. خواسته بریم واسه بیایم. عشق شده. شما مدارکتون رو محبت کنین. مدارک همراه نیست. نه متاسفانه. ما چه کاریه؟ این حرکاتی که انجام دادی، حرکات مارپیچ، سبقت، حرکات نمایشی، اون اگزوزت که انگار که داره دوشکان میزنه واسه ما. دیگه جوانیم جوان بله باش جایی نداره اینجا که باید یه مردم آزاری کنی؟ نه مردم آزاری نیست دیگه. سلب آسایش کنی، سلب آسایش کنی از برای مردم این خیابون. ولی جاشو نداریم. شما یه جا به ما معرفی کن چشم ما بریم همونجا. خب اشکال نداره که واسه این کارا هم یه جاه ساختن، ولی قرار نیست ساعت 9 شب بیا اینجا واسه مردم نمایش بدی، سلب آسایش کنی. نمیدونم شما چرا با موتور این کار رو انجام میدی؟ ما حقیقت این دومین موتور ما اینجا مثلا پارکینگ نه و این گشتا انتظامی و یگان که یه دو موتور قدیم رو گرفتن. خب حتما گرفتن جایزه بدن بهت. خب ما اینجا مثلا تخلف انجام دادی گرفتن ازت. درسته ولی خب نه موقعیت مکانی شو داریم نه موقعیت مالی شو. خب موقعیت مالیشو نداری، موقعیت مکانیشو نداری. الان هم به خاطر تخلفاتی که انجام دادی، برهم زدن نظم عمومی شهر، حرکات نمایشی، حرکات مخاطره آمیز، سبقت، اون اگزوزت، انتقال میشی پارکینگ. ما جناب سایرول پارکینگ بیخیال شه، هر چی جریمه کنین جریمه کنین ولی خب پارکینگ یه چیزایی با جریمه درست نمیشه که. این رفتاری که شما انجام میدین با جریمه درست نمیشه. جا ما گواهینامه داریم میشه گذشت کنین. گواهینامه داری. خب خیلی کار خوبی هم کردی. گواهینامه داریم ولی متاسفانه گواهینامه بهت دادن که درست رانندگی کنی. حرف شما متین. عشق و موتور رو داری که زدی رو ماشین اندازه یه دان سی بی 1300 باهاش عشق میکنیم. همینو داریم. یکی دیگه هم یگان امداد از اون گرفته. خب چرا کلاه نداری تو که گواهینامه داری؟ ما کلاه نداریم حقیقت. الان مشکل دستی چی؟ چرا کلاه نداری؟ کلاه جان خب با این کلاه شما الان بخوری زمین این محافظت میکنه از سر شما؟ نه جناب میشه حالا این سری گذشت کنم. گذشت که شرمنده شما. من انتقال میشه پارکینگ هم موتورسیکلت. چه بهتر. چرا کلاه نداری؟ الان مشکل من اینه که الان شما با اون وسیله با این حرکاتی که شما انجام دادی اگر میخوردی زمین بله منفجر میشدی. یا ما هم دیدیم ایشون اینجوری جوگیر شدیم. جوگیر شدی؟
بله اشتباه کردم. الان کدوم موتور سوار رو دیدی؟ بله. حرفه‌ای مثل شما اینقدر تبحر داشته باشه کلاه سرش نداشته باشه. اول میگن امنیت بعد رانندگی. بله. حرف شما آمد. خدا رو شکر همین چیزی هم که بلدی. پس چرا اجرا نمی‌کنی؟ انشالله سنگین بخریم خودمون دیگه آسه بریم آسه بیایم. انشالله. انتقال میشی پارکینگ. بله. بعد از سیر مراحل در خدمتتون هستیم. کف خیابون. شما هم به خودت هم به دوستات بگو تو این شهر این حرکات انجام بدی، بعد بری بگی که ما رفتیم و پلیس هم نبود. جناب سرگور الان من 3-4 تا تخلف داشتم دیگه، جریمه داره. این که دیگه پارکینگ نداره. شما به این میگی تخلف یا برهم زدن نظم؟ چه نظمی؟ چه نظمی؟ چه نظمی؟ این ملت رو نگو جمع کردی دور خودت ها. ملت جمع میشه دیگه. جمع میشه چیه؟ ما دیگه نباید تضمین جمع شدن ملت رو کنیم که. شما الان اسلحه بس رو ماشین تق 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 در آوردی؟ صداش الان یه خورده جوان پسنده. اون آتیشی که در میومد چی بود؟ آتیشی چی میده؟ یه زحمت بکش، یه بار دیگه تست کن. بله. یه استارت بزن. بس. خاموش کن برادر من، خاموش کن. انگار اسلحه بسته رو ماشینش. چه اصلی جناب سرگار؟ این الان دیگه یه امر عادیه تو ماشین بازی. ماشین بازی جرم نیست که. این کار تخلفه. چی شده پدر جان؟ گفتم یعنی اون انسانگری مردم مریض داره گرفتاری داره خدا وکیل جان شما نباشه ما بدبخت شده دستتون درد نکنه. چشم پدر جان انتقال میشه پارکینگ، خودش هم معرفی میشه دادگاه. جناب گواهینامه چی میشه؟ گواهینامه شما هم ضبط میشه به خاطر حرکات نمایشی که داشتید. چرا نبرم؟ چرا ببرین آخه؟ یه روزی دو روزی نه هر روزی بلای ساعت دوشه. That kind of foul he committed, I have zero doubt he's Ramos's son. All of us are really missing the Manchester version of Cristiano, but don't worry, his son is coming soon to bring all of Ronaldo's memories back to life. انتقال میشه پارکینگ، معرفی میشه دادگاه. چت سه مراحلش. جناب سرگار ما اجازه نمیدیم پارکینگ. نمیدی ببری پارکینگ؟ نه دیگه اجازه نمیدیم ببریم پارکینگ. ما 3 تا تخلف داشتیم، 3 تا تخلف جریمه که ما بذار بریم دیگه. اینی که ماشین ما رو ببریم پارکینگ چرا؟ شاهد 2 هماهنگ کنین یدکش بیاد. شاهد 2 میبرمت پارکینگ. خوبم میبرم. چرا جناب سرگار؟ چرا؟ علتش چیه؟ فیلمت نشون خودت بدم چه کار کردی؟ من میدونم چی کار کردم دیگه ولی پارکینگ. یه سوال من بپرسم. بپرسید. خلاف جهت عبور می اومدی؟ اون چراغ دادن واسه چی بود؟ چراغ دادم که راه رو باز کنم. راه رو باز کن. تو مسیر من اشتباه می اومدم یا تو؟ نه دیگه من اشتباه می اومدم. خب چه اون چراغ دادن واسه چی بوده؟ اشتباه اومدم دیگه. من نمیگم که من درست می اومدم ولی خب اشتباه اومدم. حالا شما الان لذت داره اون چراغ دادنت؟ دیگه چی بگم؟ یه لحظه خودت روبروی ماشینت قرار بگیر. من این چراغو بزنم تو چش خودت ببینم که خودت لذت میبری از این که بقیه بخوان لذت ببرن. این چه چراغی انداختی؟ جناب سرگار میگه جوانیم دیگه چیکار کنم؟ آقا جوانی بیا با ملت یا جامعه رو آتیش بزن. نه دیگه آتیش زدن چی؟ الان با ماشین ما جامعه آتیش میگیره. با کارات چرا نگیره؟ چی بگم؟ من عذرخواهی رو از شما کردم ولی شما بازم میگی پارکینگ. من میگم آقا جریمه، هر چی جریمه میکنی جریمه کن. هماهنگ شدن. شما میگی پارکینگ. آقای شاهد هماهنگ کنه یدکش بیاد. نمیشه که جناب سرگار شما به خاطر 2 تا 3 تا تخلف بخواید ماشین 2 تا 3 تا تخلف 2 تا 3 تا تخلف دیگه. بله 2 تا 3 تا تخلف. شما میگی تخلف؟ چیه دیگه؟ تخلف کمربند نبسته باشی، موبایل صحبت کرده باشی. تو خلاف جهت عبور من داری میای. چراغ میدی. من فکر کنم اشتباه داشتم میومدم. مسیر مال تو بوده. نه شما حق با شما درست میگیم ولی خب حالا این وسط کسی که از بین نرفته که. قرار نیست که کسی از بین بره که. قرار تو تخلف کنی یک نفر بمیره. نه الان که کسی نمرده. میگه قرار تو تخلف کنی کسی بمیره.
ما اینجا کارمون چیه؟ جلوی شما رو بگیریم، جناب سرگرد جلوی تخلف شما رو بگیریم. ما میگیم آقا ما عذرخواهی میکنیم ببخشید هر چی خلافی میخوای بزنی هر چی جریمه میزنی بزن. شما با جریمه درست نمیشی آقا، شما با جریمه درست نمیشی. انتقال بشه پارکینگ. جناب صاحب اون کارت گواهینامه شما هم پیوست میشه، بعد از سر مراحل قانونی تحویلتون میشه. فوق لیسانس خیابان میشه دیگه. دومین موتور ما جناب مگه میشه پارکینگ نبریم؟ نبریم اگه امکان داره. باز بذارم بری تو خیابون، هم جون خودتو به خطر بندازی هم جون بقیه رو. ببخش. الان با بخشیدن درست میشه. یک لحظه از اون تک چرخی که شما زدین گفتم برگشت. پارو ترمز میزنم جناب. پارو ترمز میزنم چیه؟ خدایی نکرده یک لحظه برگرده چی؟ بعد خدا هم نداره. بعد حرف شما متین. الان من کلاه بدم تو میذاری سرت؟ الان ارزش کلاه مگه چقدره؟ جونت بیشتر ارزش داره یا کلاه؟ جان آدم بزاد بیشتر. الان من کلاه بهت بدم میذاری؟ بله. مطمئن باشم؟ بله. ولی موتورت میبرم پارکینگ ها؟ پارکینگ نبرم. نه موتورت کلاه بهت میدم. برم خونه. کلاه بهت میدم. کلاه بهت میدم دست شما در. ولی موتورتو میبرم پارکینگ. دست شما در. کلاه رو بذار سرت پیاده برو خونتون. ایشالله سنگین میخریم آسه میریم آسه میایم. ولی کلاه رو همیشه سرت بذار. شما که موتور سواری بلدی اشکال نداره انجام بده، ولی تو پیست نه تو خیابون. تو شهر جای این کارا نیست که پسر جان. حرف شما متین بعد. هماهنگ کن یدکش بیاد انتقالش بشه پارکینگ. بیاد. جناب سرگرد اگر امکانش هست برای ما جریمه بنویسین که ما بریم. نه متاسفم. باید بری پارکینگ. این دفعه رو گذشت کنن جناب سرگرد. گذشت. کاری نکردی گذشت کنم. کاری هم نکردیم که شر به هم بریزه. من یه لحظه تصویر رو بگیرین. این همه جمع کردن کاری نکردنه. جمع کردن که جناب سرگرد از سر کنجکاوی هم جمع میشن که، ولی قرار نیست که ماشین ما بخواد بره پارکینگ سر جمع شدن این همه ملت. میری پارکینگ. خوبم میری. This little kid embarrassed Speed so badly that I don't think he'll be showing his face around Ronaldo anytime soon. And this is where they say, like father, like son. کاری نکن خودتم ببرم. خودمو ببری کجا میبری؟ میبرمت بازداشت. به درد شما نمیخورم. چرا؟ جناب سرگرد ماشینم دراز میکشم ولی نمیذارم.